احمدشاه ابدالی که بود و چگونه به یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ منطقه تبدیل شد؟ او در سال 1722 میلادی در هرات از قوم ابدالی که بعدها به درانی معروف شدند به دنیا آمد. در جوانی به ارتش نادرشاه افشار پیوست و خیلی زود در میان فرماندهان ارشد جای گرفت. پس از ترور نادرشاه، احمدشاه با شجاعت و درایت قبایل افغان را متحد ساخت. در سال 1747 میلادی در قندهار به عنوان پادشاه برگزیده شد و امپراتوری درانی را پایه‌گذاری کرد. بسیاری او را بنیانگذار افغانستان امروزی می‌دانند. در دوران حکومتش مناطق بزرگی را فتح کرد. از کابل، قندهار، هرات و بلخ گرفته تا پنجاب، کشمیر، سند و بخش‌هایی از ایران و هند. مشهورترین پیروزی او در نبرد پانیپت در سال 1761 میلادی بود، جایی که ارتش مراتحا را در هم کوبید. احمدشاه نه تنها یک فرمانده بزرگ، بلکه یک رهبر سیاسی هوشمند بود. او سعی کرد نظام اداری، مالی و نظامی کشور را سامان دهد و وحدت قومی را تقویت کند. مردم افغانستان او را با احترام احمدشاه بابا مینامند، پدری برای ملت افغان. او در سال 1772 میلادی در قندهار درگذشت، اما میراثش تا امروز زنده است. اگر این ویدیو برات جالب بود و تونست حس کنجکاویت رو بیدار کنه، خوشحال میشم بدونم دوست داری زندگی کدوم شخصیت تاثیرگذار رو برات تعریف کنم. اسمشو برام توی کامنت ها بنویس. من اینجا هستم تا با هم قدم به قدم تاریخ رو برام بزنیم. لایک و فالو یادت نره که داستان‌های بعدی شاید دقیقاً همونی باشه که تو دنبالش بودی.